گاهی وقتا من در مورد شخصیت رسول الله صلی الله علیه و آله تفکر میکنم تو آدم بیخی تو گیج میشه، درک کردن نمیتونه، به خاطر از اینکه بعضی از مفاهیم اخلاقی به نظر آدم میاد که اینا از هم جداین، دورن. یعنی یک آدم مهربانی نمیتونه بسیار قاطع و شجاع باشه. همین تصور ما شما داریم نه؟ از لحاظ اخلاقی یک نفر که ارزیابی بکنی، یک آدم بسیار نرم و مهربانی که از بالای قاطعیت نداره، و اگر یک آدم بسیار قاطع و شجاع هست باز چندان مهربانی نداره. پیامبر صلی الله علیه و سلم همه همین مفاهیم را به اوج کمالش داشت. اونمو انسان مهربانی که گاهی وقتا یک تفلک اگه چیزی میشد اشکای مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم میآمد. یک بار یک تفلک وفات کرده بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم گریه میکرد. صحابه گفتن رسول الله شما به خاطر گریه میکنید؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت این رحمتی است که الله در قلب هر بنده خواسته باشه میندازه. اینمی نفر با اینمی تو یک رحمتی و با اینمی عطوفت و مهربانی گاه وقتا شخصیتش جنبه دیگه شخصیتش رقمی است. شجاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم شما موارد خوب درک کرده میتونین که در میدان جنگ حالت پیامبر را ارزیابی کنید.